وقد احسن القائل. بعد گفتن که بسیار خوب گفته است شاعری که گفته است اذا لم تكن حافظا واعیا فجمعك للكتب لا ينفع. اگر حافظ نباشی، یعنی علم رو حفظ نکنی، واعیا فهم نداشته باشی، علمی که حفظ کردی در قرارت قلبت و یا ذخیره نکنی، فجمعك للكتب لا ينفع، جمع کتاب به تو فایده نمیده. بنابراین علما در زمانهای قدیم میگفتند، خیلی که احمد ابن خلیل میگوید لیس بعلم ما حوى القمطر ما العلم الا ما حواه الصدر. آن چیزی که دفترها در بر گرفته است اون علم نیست، یعنی آن چیزی که در داخل کتاب هست اون علم نیست. ما العلم الا ما حواه الصدر، علم آن چیزی که قلب حفظ کرده است. بنابراین امام شافعی هم گفتن که علمی معی حیث ما یممت یتبعنی قلبی وعاء له لا جوف صندوقی ان كنت في البيت كان العلم فيه معي او كنت في السوق كان العلم في السوق. علم من همراهی من است، هر کجایی که روم همانجا علم من است. اگر بازار روم علمم همراهی من در بازار هست، اگر در خانه باشم علم من در خانه هست، اگر در هواپیما باشم علم من همراهی من است. کسی علم را حفظ کرده است در تمام جایها به سوالهای مردم جواب میگوید، به مشکلات مردم رسیدگی میکند، از احکام شریعت بیان میکند. ولی این معنی اینا ندارد که ما از کتابم بی حاجت نیستیم، همش به همدیگر علاقمندی دارد.